دوستانی که فشار سنبه تفنگشون کم شده توجه داشته باشین از این قسمت به پایین داخل جرم میبنده و بستن جرم با این فرچه هم به این راحتی تمیز نمیشه. شما باید به خاطر اینکه جرم نگیره هر چند روز این مقطع رو تمیز کنین. تمیز که کردین اینو میبینید، بعد با یه میلگردی چیزی تیز باشه این قسمت این پایین رو انقدر اینطوری فشار بدید که اون باروت‌های خشک تمیز بشه. از این قسمت اینجا باروت‌ها خشک بشه. این که خشک بشه سنبه تا ته میشینه داخل تفنگ. وقتی تا ته نشست قدرت تفنگ شما برمیگرده سر جاش.